سلام بر بچه. خب امروز میخوایم با هم کمی کالاف بازی کنیم. پایه هستین که نه؟ خب اینجا بیایم ببینیم که میخوایم چی کار کنیم. خب این شماره 2 رو انتخاب میکنیم. این راحت ترین سلاحیه که میشه معمولا استفاده کنیم، ولی تجربه میگه 4-5 نفر نباید با هم میشه جایی. دیدی؟ برو واسه تیراندازی. خب از این وری دیگه میریم اینجا سمت چپ جلوتر یه ماشین هست. جای ماشین خوب جایی هست برای استتار. نگاه اینجا رو نه بریم جلوتر. دو نفر بودن، هر کار کنی نمیشه. خب دوباره همون رو میریم اینجا چپ پشت ماشین. یا با سمت راسته. این بار از داخل خونه میریم. اینجا دقیقا همینجا تمامش. این 20 بر 11 مجموعه فعلا طرف ها رو چینج میکنیم. این بار میریم از داخل خونه طبقه بالا. یه من اینجا میزنیم اینجا میاد گردن. طرف مقابل خیلی ضعیف هست. خب اینجا میریم بالا دوباره یک از اینجا اگه بیاد بیرون کن بره روش. Objective almost complete. Contact with enemy. Target down. Tango down. خب همین دیگه. 40 تا تموم. 40 و 20 تا بود.